کردم که همه ما در برابر مشکلاتی که بر ما پیش میاد 3 تا عکس‌العمل اشتباه میتونیم داشته باشیم. یا میتونیم اون رو انکارش کنیم و ازش فرار کنیم، یا اینکه تحملش کنیم یا تسلیمش بشیم. دوستان، راه درست مواجه شدن با مشکلات زندگی پذیرش یعنی روبرو شدن با مشکل، یعنی مواجه شدن با مسئله. پذیرش یعنی که اون سیلی واقعیت رو به خودمون بزنیم که اوکی، من دچار همچین مشکلی شدم، من دچار همچین بحرانی شدم، ازش فرار نکنم، ببینمش. پس کلید تغییر پذیرشه. اگر ما قرار باشه پذیرش داشته باشیم، باید مشکلات زندگی خودمون رو در گام اول ببینیمش. کردم که همه ما در برابر مشکلاتی که بر ما پیش میاد 3 تا عکس‌العمل اشتباه میتونیم داشته باشیم. یا میتونیم اون رو انکارش کنیم و ازش فرار کنیم، یا اینکه تحملش کنیم یا تسلیمش بشیم. دوستان، راه درست مواجه شدن با مشکلات زندگی پذیرش یعنی روبرو شدن با مشکل، یعنی مواجه شدن با مسئله. پذیرش یعنی که اون سیلی واقعیت رو به خودمون بزنیم که اوکی، من دچار همچین مشکلی شدم، من دچار همچین بحرانی شدم، ازش فرار نکنم، ببینمش. پس کلید تغییر پذیرشه. اگر ما قرار باشه پذیرش داشته باشیم، باید مشکلات زندگی خودمون رو در گام اول ببینیمش. دوستان، من یه مثالی براتون میزنم تا براتون جا بیفته که این پذیرش چجوری تو زندگی روزمره خودمون میتونیم استفاده کنیم. مثلا حساب کنیم من از ساعت 5 تا ساعت 9 شب مراجعه داشته باشم. خود به خود بعد یه رو به 5 4 و نیم دیگه تو کلینیک باشم دیگه. از ساعت 4 از خونه بعد راه بیفتم. از ساعت 4 راه میافتم و روتین هر روز باید ساعت دیگه تا 4 و نیم اینجا باشم. خب ولی مسئله که پیش میاد تو راه یک تصادفی میشه و یک ترافیک خیلی سنگین. خب چندین عکس‌العمل من میتونم داشته باشم. یا اینکه کلا نادیده بگیرم، بگم خب اوکی، حالا منم دیر میرسم، اشکالی نداره. یا اینکه چی میشم، هرس میخورم، شروع به سرزنش کردن خودم میکنم و میگم که کاش من زودتر راه افتاده بودم، چرا مثلا توجه نکردم، بیام خودم رو سرزنش بکنم. یا اینکه بیام چیکار کنم، خب فکر بکنم. مسئله پذیرش رو میخوایم داشته باشیم دیگه. خب اوکی، میخوام مسئله پذیرش رو تو همین مثال براتون بزنم. خب اوکی، میگم به من دچار همچین مشکلی شدم و در ترافیک گیر کردم و ممکنه که حالا نیم ساعت تا 1 ساعت دیر برسم. خب میگم که اگر قرار پذیرش داشته باشم، میگم پذیرش یعنی روبرو شدن با مشکل. من مشکل رو ببینم. اوکی، خب من مشکل رو میبینم که در واقع مسائل خارجی، ترافیک دست من نبوده، اون تصادفه دست من نبوده و من اینجوری هرس بخورم هیچ فایده ای نداره. پس بهترین کار این هستش که من چیکار میکنم، مثلا زنگ میزنم به منشی، بهش میگم که آره همچین مسئله پیش اومده، شما از اون مراجعی که در واقع نفر اول میاد ازش پذیرایی انجام بدین تا من بهش برسم و بهش بگین که من دیر میام. و اینکه به مراجع دومی مثلا تماس بگیرید، بگید یه نیم ساعت 40 دقیقه اونها رو در واقع به تعویق بندازه. و اینکه تو اون زمانی هم که تو ماشین خودم نشستم، به جای اینکه هرس بخورم و به جای اینکه بخوام خیلی خودم رو ناراحت کنم، مثلا یه فایل صوتی یعنی در واقع از اون مسئله که برام پیش میاد تو همون ماشین استفاده میکنم. اتفاقا من یه فایل صوتی گوش میدم، یه برنامه آموزشی گوش میدم، یه موسیقی گوش میدم، حالمو بهتر میکنم و از اون مشکلی که بر من پیش اومده حتی به نفع خودم استفاده میکنم، به جای اینکه بخوام مرتب خودم رو سرزنش کنم یا بخوام ازش فرار کنم یا دچار مشکلای بعدی بشم.